لباسشویی این فامات ماشینی هستن نه دستی هن. برای ماشین خیلی خوبه. چه قلبه دادن گفت. خانم داره کار میکنه امروز. سلام خانم، خسته نباشید. حالا شما چطور است؟ چه خبر؟ چی کنی؟ داری کار میکنید ها؟ خب دیگه چه خبر؟ داری چی کار میکنی؟ استاد چی نمیده هنوز رو کار؟ چی؟ استاد هنوز هم انگاری نمر رو کار؟ استاد نمره دیروز چهلم دامن هاوس بقیرم خیلی درد بغل در گرفته به خاطر استاد بود شما را اذیت کرده، درست است؟ برام دامن هاوس خیلی بقیر ما درد من. خب من به شما میگویم گفتم که کار به استاد نداشته باشین، فعلا بذارین کارش انجام بده. حالا میخوای ازدواج کنی ازدواج نکنین، فعلا کار بهش نداشته باشین، بذار کارش انجام. خوش جدی دیگه خواهر عروسی کن بچه چاش دار کارش کنی. خوش که اگاستان باید من عروسی کنی. چه چاش دار؟ راست میگه به تابره تو عقل کنیم عروسی کنیم، یعنی شما کار بهش ندارین، درست است؟ کارش انجام بدی. لیکن حتما اگر واسام یا یه رو هم واسام باید برم داخل اتاق. میفهم مثلا؟ خب فعلا کارش نداشته باش. حالا اجازه ما بحث چی شما هم فعلا گذشتش که بذاری کارو تموم کنه. من به خدا هر جا رفتم استاد خوب گیرم نیومد. استاد که مثل این کار بخواه بکنه، بخواه این ساختمان تموم کنه، استاد همه کار این. به خاطر این من استاد نگه داشتم چه همه کار بیس شورای را نه من تو جمع آلا اگر خوش حتی ازدواج زی بازم عصبانی. ولی اگر ما کاش وجه هیچی هم نگم مستعد قبلی کاش نه. خب فعلا بفرمایید این تایدار از من بجوری چیزایی که گفتی بعد گفتم برای ماشین لباسشویی این فامات ماشینی هستن نه دستی هن. برای ماشین خیلی خوبه. چه قلبه دادن گفتم برات میارم دیگه. دست در نکنه اسم ماشین هستش منی؟ آره عکس ماشینن رو شو کشیده. آره دیگه تاید دستی گفتم دیگه فایده نداره، دیگه با ماشین میتونید استفاده کنید. با اینا تمیزتری بود. بله اینا تایدای ماشینی هستن. دست در نکنه خیلی ممنون زحمت کشید. خدا کنه چی کار کنم نه هم بیا روی عقل اومده بود باش صحبت شده بود تا بخوایی کار بکنیم. اصلا کار ازدواج نداشته بود. رکیبا خیلی با داخل تو داره مدرسه اون باستون راست میبره تو باست راست میبره اینجا چی بود داره مدرسه اگر چی نکنی
چرا تو اصلا من خیلی استاد ناراحتم. من ندیدم بنزینسیون که این کارشه و این دستا که باز زحمت چشی فراموش کنم. ولی این روز خوش انگار خیلی دیمنوبیه. میشه چاش داره. روز دارم اصلا حالت قبلیش و جدید با هم خوب بود. تا ساختمان بتموم کنیم. من خیلی آرزو داشتم با همین استاد. خود ساختمان تموم کنیم. سیخمو شعله دور بزنیم. خوشبخت بود. به اسم کوهستان میارم. خدا شومره. ترسم فکر کوهستان از او زایده مشکل. خب والا من روانی رو بیره. همه چیز خانم وش گفتم، یعنی درباره همه چی باید صحبت شدم. گفتم حالا شما که 2 سال صرف کردین این دمان از سمان هست سبک تا ای ساختمون که تموم موبوی وقت با شما ازدواجی وقتی یه ترسش دونی تیچنه ترسش تیه نیکشد ایگو من ای ساختمون تموم میکنم بازم ای خانم با هم ازدواج نکنی ترسم منه گول بزنی. خب یه چیه گول زیده انچه من نیتونم نه من اصلا 1000 سال این پیچ و سرم میزم چی بخوای ساختمون رو باره و من ترچش کنم باش اروسی نکنم. من فتیگان دخترها بزرگن رشته حالا داخل اون هم بارم پسرده هم جای زندگی چرا فایده نداره شاید هم دوالو صبح راه ندارم بیامه تو اوی جمع برم. آره همینطور است. منم باش صحبت کردم گفتم این 2 تا فعلا دختر بزرگ هستن این تو این شرایطن تو این 2 تا اتاق کوچیک و چیزی فعلا نیست داخل این اتاق چی جمعاشی ندارید. حالا بذارید که ساختمان تماشه بعد باش ازدواج کنین. این فقط میگوید این زن به خاطر اینه این زن فقط این خواهم من فری بده من ای ترسم اینه تموم کنم بعد اوسو یه هم باید من عروسی نکنه ولی الان عروسی کنم ده خیالم راحت نه بگی فکر مکن من دوستش دارم یعنی با این حال چیزی شونو در دوره فقط دست به کارش برد تا ساختمون تموم. حالا اگه اومد اینجا میخواست با شما هم بس کنه فعلا کار بهش نداشته باد. نه اگر من تمیز ای بیدم سه خان کار کنم حرف از ازدواج نزد باش بیدیدمش زندگی پیش تمیز قضا هم میدمش مثل حالت عادی. ولی به اون بازم و دعوا چرده و بریم و حرف از ازدواج زی واقعا نباید باز باید بره. خب حالا تا ببینیم تا بیایم ببینیم چی کارش میکنی. حالا ببینیم امروز هم دیر اومدی شام نیا دیروز خیلی زود اومد سر کار با آسبانی امروز دیر اومد. آره امروز اینگاه کمی دور کرده حالا شاید بیاد شاید نیاد فعلا منی به نظرم میاد روی کار. بخواه بازر یا همون میا بخد واقعا با تو رو سختی کاری کنم واقعا خیلی دردی کنه خیلی پیشان شد استاد. آره واقعا این استاد میخواهد شما را بازور ببرد. من تعجب میکنم از این آدم خیلی وحشتناک شده مثل تو شاید حتی خواه زود کنی چه آدمیه داخل کوهستان بی برنزان در خیمونه خواهد سرکه کنه بانانا سرکه کنه
سخت برای شما خانم بخیلی بخیلی کار دیکنه دوش بخیلی مشکل چه ترسه چه می یواش یواش بری دلش بک تامنیم چی بود این سنجا هم مزاحم هستن ها های سنجری هم باید کنه همون دو دنیا دارشون زن بهش زدم گفت چه بیکار نیستم باید هر وقت بیکار شدم حالا تونستم باید برم 2 تا کپسول بیارم 2 تا کپسول میتونیم درش بیا همین یکی فعلا سخت برامون همین یه یه سنج آره این سنج خیلی محکم است باید با کپسول گاز بتونیم درش بیاریم یه چیزو یه نه باید دارم نه یعنی با نصفش درایی ایزی شانس تاثیری دارم اینه دینار دارم نه آره این دیوار فعلا برای چه چیزی تو حیات نیاد جانوری چیزی فعلا معمولی است وقتی این ساختمان بیا بالا دیگه این دیوار برداشته می شود همون استاد هی گو این زیاد باورش نکنم هیچ اعتماد درش نمیم انگار صدای ماشین مهندس میاد به نظرم مهندس هم داره میاد خانم تا بریم نظری درباره بردل بریم سلام استاد با ماشین اومدی استاد این ماشین کجا آوردی؟ آورده استاد برای شما امروز رفتیم ماشین برای شما آوردیم ماشین چی آوردی؟ ها؟ چی؟ ماشین چی رو؟ از اون بید؟ از اون بید قصه؟ از اون بید چی؟ بکن ماشین دی برای دوی بوی مازه عقل کنی؟ برادر رمینی هیا بقیرم و دردم از دوی منی هوس آبای بقیرم دردی کنی برادر ها زر اصلا دباب نهارم ماشین هر چی چاودی چراش دیدی هر چی اشتیدی این خیلی اشتی دارم ماشین دارم بیچاره یک کاسه ایزی کاسه برادر ماشین خم اقای امپراتوری ماشین خمه ما اینکه ماشین نداره استاد شما چه ماشین نداشتید دیگه چراش شدی ماشینه تازه بودی خم ازش چراش شدم برادر مثلا میخوام باید اروسی کنم بذار با ماشین من دارم ماشین خود کنم خیلی شیشه بش کنم پیشکش کنم برازی آقا امپراتور دیدی گفتی تایسی یه ساعت پیش گفت نه باش دعوا کن نه کاری از داشت الان سکه با ماشین من خواب به زور منو بوری من تا حالا ازدواج به زورم بی
ولش که کارش نداشته باش. استاد بیا کار تکو ولش کن ازدواج باش. شما چه آدمی هستی؟ چرا داری شروع میکنی؟ آقا تو دیدی؟ اصلا با چه تو اصلا این ماشین رو دیگه با که کو من اصلا تو نخواستم چرای دی چه دی من اصلا تو بده دام چه خواستی نبودی من اصلا گفتم به تا بره با تا روسی گفتم نو برادر تو نیزا باید میام آقا تو تایسی که من قصر منو قیدی بجا کنم کل باید تو آی فراتو ولش کن زشته. آی فراتو یعنی داده بیداده که این همسایت بشن دورت تو آنمیه این خیلی چه بزنم کتش ریش که چه سیاه بکنم چه تا بچه رو این بقل مشکل چه بدی برادر به هم نبینیو مرکب سکی برادر من دارم آشتر من ماشین میخواست که بیست تا بقیدم بقیدم دیدی؟ این خواه بازدور بده برده دیدی؟ این چه رفتار شما نشون میده اوستا؟ من دم خواب یه چی روزه برازی مای ولش کن نمیشه باشی بازو کسی مثل اصلا باد میام خطه آردی؟ مال خطه؟ حالا شو کنی؟ حالا کن حالا دید بخوادم خب کن اوستا ولش کن اوستا نمیاد این بازو با شما نمیاد کار کنه. تو خیلی خرابش کنی اوستا اینو شما نه دادی آقا امپراتور دادی حق ماجبی میگم مشه خراب کنم اوستا حق ماجبی برای وقت سیاه میخوام برد بنا بدون کشات داری بچه مثلا باید ادیسی میخوام ساکن میخوام اجر نه هیچ میخوام هیچ وسیله میخوام تو تازه گفتم من خراب کنم حاضر من بچه دارم اصلا ستین نقد دنبال یه مجردی چیزی دنبال مجردی من اصلا اینه میگه برین بس هم میذابو این عشان خود چشیری شات داری بچه میخوام اصلا میخوام قرار بودو میگه چه میگه میخوام اینجا کنم برای تعطیل کنی؟ آقا امپراتور که تا دست بچه همه چی برای میرو همه چی هم تعطیل ایال هم ریکو ولش کن اوستا بودا ولش کن اوستا اوستا این چه رفتاریه؟ شجبا مدرسه شرط بچه ایره بره بچه زده شد دوید آزگاه زشته رو خودی نیرم پیش بچه ها اوستا بیا ببر اوستا چه رفتار اوستا درست همه چی برای ساختی ولی زشت اوستا دوستش هلاب دارم اصلا ندارم مقصر شما اوستا و همش مقصری آقا امپراتور دیدی گفتم شرشه میری تو بودن فکر دیگه همش خواست تا ابخواه من خراب شد کنم یه صحابشه آقا امپراتور گفتم داخل ایهونه راش نیرم
گفتم یه آدم بدجنسی من اینو دیدی بیان سیکو که تو زنده اونو میکنی ساکن نبی بیا این عروسا بیا این عروسا میخوامت برای خوردش کن یا ایره یا خوردش کن ببین ببین که من میگم باید میزانیم میخوامت بلو کو برا من بلو کو دیگه ساختمونی جرافتی بخیر من بوی داخل ساختمون دور تو گوش چی نه اصلا نیخوام تا اخلاقت همه چیز بده معتادی داری هی و من نشیده شده ازدواج نشده هی خیانت بکنی هی زدی به قلم نابود شده اون همسر سابقون دست همه نینه ها هر خیانت تو دست بزنم داری نیخوام بده تا اینه فقط به نظرم رو بخوام رو بسام من اشتباه کردم نه اگر پری دنیا هم پیدا شده بود قبول نه میخوام کنم نه ای با توی دیونه میره ایگه ساختم یا اصلا یه اصلا چه میتونه کارجاری میری نمیدونم شایدم خانم حتی الان دشقت آوردی نیمن ای توی مومن ای توی بغل دی رنگ بر الان ساختمون داری من از کور باور بکنم تو دیگه ساختمون داشته باشه خانم شاید کودک بهش دادیم چند ساله کارش شاید ذخیره کرده باشه بهش داده بود فقط شما سا گوشه خیلی شما از شما دیگه بیده اصلا چی نه شما دشقه جنس بیس من اوتو چون من انبار مثل یک رنگ بر الان ساختمون ساخته خواهم نبوره من شما چه میدانیم شاید پول ذخیره کرده باشه او سامجه پول ذخیره کرده بودی چند وقت میدونی چی میگه خانم میگه همین پولا که چند وقت داشتن کار میکردن همه رو ذخیره کردن ساختمون برای شما گرفتن ولی این ماشین کرایه است ولی باش نرده با بدهش من اصلا باید تروسی نیکنام کنه نیخامت عاشق نیستم اشتباه کردم گلزار بخردم اصلا هیچ عنوان قبول ندارم فقط اینو بخر برای نیخوام مصابله اونم چیزی کنه تو نخرایی کنه زنه من آبویی کنه من نگرده برای آقای پرسس نیفهمه بشر باید تو نیام باید تو نیخوامه نیخوامه نیام باید تو حالش که اوستا نیام باید تو نمیخواه اذیت کنی خانم دوست نداره با شما بیاد آقای پرسس دیدی چقدر بدجنسی بیا آجی کنامه بگی شد باقی ولو بخیر مشی بخیر صاحب کن فرات خانم تو بایزانی رو انجامی چه کاری اوستا ولش کن واقعا زشته برای شما
میزنم. یعنی بکشی من باید ایزانیم. برادر شرکت دادی بده برادر. برده یعنی به خدا باز فردا زمین رو بازگار بیا اینو چه تنه با این بوج مهی دفتونی تو شبیه همون شعر سابقه می نیخوام میرو بستی مثل خیال رچگان تو داشتی ساختمونی ساختی سی بتا گفتی سرتونی گفتی با هم بو وقتی تا بچه داریم پاده این نه پیش بتا زندگی کریم گفت یه ساختمون بزرگتری بساز سیدیه از کن عملت درو نکنی مثلا خیلی اشناسا این سروخ تدای دروگی نه تدای چه چیزی من یه ذره دوت اعتماد ندارم اینو برم دیروز زنج پاسکان نزم امروز حتما ایزانم یا برد بود مستقبلش بیا برو بیرون کارت انجام بده مستقبلش برو بیرون مستقبل بیرون بیا برم بیرونش کن آره برو لباسون عوض کن بیا کارت انجام بده ماشته بعد با میخوای واسه ماشته بعد این ماشی جاچه دیستی من بزنی ها نیخوام سر کار کنی سیمو بره نیخوام کار کنی نیخوام کاجر ببوی بره رو به کاجر نیخوام خیال نیخوام ایکو آقای برادر نیخوام یه کار کنی ها بره واسه ولش کن برو بیرون برو استاد برو بیرون آیا تو زندی بیچو بپرسنده جانم پستی بی پست بفرد بخلا میره نرده که رسنده میره نابور شه استاد چه کاریه ولش کن آقا بازور باد نمیاد ولش کن آقا این چه کار شما انجام میدید استاد چه کاریه استاد برای کنار زشت استاد كديش الكداش الروش شخال أمزي أشخال این کار نکن استاد استاد نگاه بکن من کن استاد نگاه من کن
میخوای نه 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 بابا 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 باشه 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 ترس کن تو حتی یه دقیقه باز کن چه خیال شده محتاط واقعا خانم امروز خیلی بچه بازی شد. میترسم بیای بلای به سر شما بیار خانم، برای شما هم میترسم. این آدم خیلی اعصابش خوب بود. به نظرم امروز خانم به خاطر همین سنجاق داخل ساختمانه امروز بازم همون لودر قبلی های درار شد. استدانه که نها بود بیادار شده خانتی به جفتان بود به او قصه باداش خلال نافری بود نیل زده بگیم سامن خیلی قصه بوده حالا نصرش کنه این زنده نزده نابود آقای نابود این زنده سی معنی نداریم وقتی در زمانه اذیت کنیم آره واقعا نذاشت ما شما کار انجام بدید نه خودش. یه چیزایی میگه که اصلا در شاید زنده ایش کنی سویتی لچه ایگو
عشان تبقى في المدانة استثناء في المدانة Geç. Tavayın zaten bile. Diyoruz. Ya ben yakzayım ne? بله واقعا خیلی حیف بوده تا جوجه‌ها را جانور برده خیلی عالی بوده Ha Mustafa çemizanın damış mı? Üzerinde ipine düşür. Her simanı xarabmış. Üzerinde yine düşür ki olsun. Siman tutsun bas. Bunu daha önce yapacağımızı. Ne ostad خوش جان خودی چه خیلی چیو تابیده الان لودر هم من برای میستن را تا من اینطوری درارش نیت تیگو تره لودر من اصلا
مراد دست در نکنه، واقعا زحمت کشید، خیلی ممنون. دست در نکنه استاد، خیلی ممنونتون، واقعا دست در نکنه، زحمت کشیدی. خیلی خوب خانم، این سنج خیلی تو زمین بود، نه ازدرارش خیلی محکمه، ولی اون سنج اونجا درآورد خیلی عالیه دیگه. خیلی بهتره بودی دست در نکنه. انشالله تامنیم ایان صاف شی کنن و نی کنن که یه شماره اینستاگرام که استاد بیای قالب بشه من ایتره بود دست در نکنه باشد و قول خوش ایگه کلاس سرو کار داری سرو اگه یه رویان همین خاموتی میجیده شه و اینجا چه بندن یه رومیان ریزش ایرانسید وال امبری شمبریه نهش سخت کاری کنی نگو. دست در نکنه باشد. استاد رفت؟
آره دیگه زون بسته واقعا. منم موز بهش داشتم، پول شرقتم به حسابش دیگه. دست شما در نکنه خانم. من امروز پیش مهندس راقه راننده هم غذا خوردم، ممنونم. یه نتونستم فیلم بگیرم، گفت فیل از من نجید، منم بهش نجفتم موقع غذا خوردن دیگه. من کاش که استاد بهم خیلی زندگی بهتری بود. کلک و اصلا آره استاد واقعا منم راحت کرد، شما رو هم ناراحت میکنن، نمیدونم چطور شده. دیونه و دیگه این استاد قدیه. من اونسش
باید استاد بیا این کارا رو انجام بده خان. میخوام بیا خب میترم همه یاد یه آدم هستی میخوام بیا فقط فکر خشه فکر ازدواجی سن فکر کار نیستی خانم این حیات بازم برداشته میشه این ستینه رو اینجا چه بزنه هیچ تون برداشته بویه ایده حیاتشی بویه این بدوچا باید برداشتش تو تا وقت ستونه برده اون آقای کار یه کاری که اون کار جریان سکا خیلی بندشا بده گردن میگردی نه بیلی من صاف کنم